بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية، کتابی که در دست داریم به نام المنحة الربانیه و مثال یعنی عطای پروردگاری در بیان 40 حدیث امام نووی، یعنی شرح 40 حدیث امام نووی. اساسا این کتاب یکی از شاگردای خودی شیخ صالح الفوزان به نام عادل موسی رفاعی این کتاب جمع آورده است، یعنی که از همون طی چند سال شاگرد شده در شیخ، عالم شاگردی همون کس است، از نبارهای کردگی جمع کرده کتاب روز کرده است. در کتابایی که دست شما دسته و ذکر کردگی نیست، همون درباره کمتر خودش هم گپ زد، همین شاگردشون کمتر صحبت کرده از سبب‌های این کتاب جمع آوردنش هم گفتگی است، ولی در کتاب شما که نیست از مقدمه شارح سرد میکنیم که از مقدمه خودی شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه الشارح. فقط در مقدمه چیزی هست همون خوانده ترجمه میکنیم، اما در تعلیقات هم تو به زبان عربی خوانده میگذاریم. مثلا نام یک کس صحیح بودن و ضعیف بودن یگون تعلیقاتی که مهم باشه. مقدمه الشارح، مقدمه یعنی پیشگفتار از طرفی از جانب شرح دهنده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمام ستایش ها خاص برای الله است که پروردگار جهانیان است. الله درود و سلام بفرستد به پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم و به خاندان و به جمیع اصحابش. اما بعد، فهذا الكتاب اسمه کتاب الاربعین. اما بعد از یعنی حمد و ثنا به پروردگار و درود و سلام به پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم، بعد از آن پس این کتابی که در پیش ما است به نام کتاب الاربعین شیخ فرمودی سادن که شناس کرده سادن که این کتابی که در پیش من و شما است که ما شرح او را شروع خواهیم کرد به اذن الله سبحانه و تعالی. این کتاب اربعین است، یعنی متن اربعین است. اقتصر مؤلفه على 40 حدیثا. مؤلف این کتاب از میگذاریم یعنی امام نووی، یحیی بن شرف النووی میگن نامشه. مؤلف این کتاب خود را به 40 حدیث اقتصر بسنده کرده است، یعنی از 40 حدیث زیاد ننوشته است. چرا یعنی که کتاب خود را عبارت از 40 حدیث کرده، نام او را 40 حدیث نامگذاری کرد. لانه ورد فی فضل من جمع للامه 40 حدیثا، زیرا آنکه وارد شده است در بیان فضیلت کسی که برای امت شده 40 حدیث چیکار کند؟ جمع آوری کند. در این مسئله حدیث آمدگی است، در فضیلت چنین اشخاص حدیث آمدنش به این کسم گویم اعتماد به همین باور به همین حدیث کرده کتاب خود را از 40 حدیث عبارت گردانید. ان النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم قال، که اون حدیثی که جناب پیغمبر علیه الصلوة و سلام در بیان فضیلت اشخاصی که برای امت 40 حدیث را جمع میکنند چنین فرمود: من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثه الله تعالی یوم القیامة فی زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. کسی بر امتی من 40 حدیث را ازبر کند. از امتی من کسی چند حدیث را 40 حدیث را ازبر کند. اکنون شیخ علی در مقدمه خودی شارح میگذاریم
خودشون با همین 40 حدیث کلمه های عباره های مشکلشون مخصوصا در یک باب جدا کرده است. ان شاء الله ما وقتی که شرح خود امام نووی رو بخونیم به تعلیقات شیخ های امروزه بعد میگذاریم. از یک جاش خواستم که نگاه کنم. میفرماید که مثلا اون حدیثی که من حفظ علی امتی 40 حدیثا، مراد از حفظ کردن بر امتی من 40 حدیث را، معنی الحفظ هنا ان ینقلها الى المسلمین، معنای ازبر کردن اون ندارد که انسان ازبر کنه و در خانه‌اش نه، یعنی 40 حدیث ازبر کرده به سمع مسلمان ها برده رساند و ان لم يحفظها ولم يعرف معناها، گرچه که او را ازبر ندوند و معناهاش هم ندوند باید همین 40 حدیث برده رساند. گفته هذا تحقیق معناه شیخ همین خیل معناش همین خیل گفتگی هست که با تفعیل این 40 حدیث گویم یحصل الانتفاع المسلمین، یعنی که مسلمان ها فایده ببرن، یعنی همین خیل معنی داد کردیم. خلاص بعثه الله، چنین کس را الله سبحانه و تعالی در روز قیامت مبعوث میگرداند در زمره فقها و علما. در دیگر روایت چنین آمده است که من برای چنین شخص در روز قیامت شفاعت کننده میشوم و شاهد میشوم. اتفق الحفاظ على ان هذا الحديث ضعيف. انا حافظایی که دائر به علم حدیث سر و کاردار هستن، مشغول هستن، متفق شدن که این حدیث چیه؟ ضعیف هست. و این کثرت طرق، گرچند که طرق این یعنی این حدیث با روایت های گوناگون با همه روایتاش قریب که میگذاریم در مقدمه خودی امام نووی. و تعددت روایاته عن عدد من الصحابه، گرچند که روایت های این حدیث از چندین صحابه هم که آمدگی باشد به هر تقدیر اونا همشون چی هستن؟ حدیث های ضعیف می باشد. و قد رواه رامهرمزی، عجایب نامه، رواه رامهرمزی فی المحدث الفاصل، هم كتابنده گفته سمیناره، و ابن عدی فی الكامل و البیهقی فی شعب الایمان و ابو نعیم فی الحلیه و جمع طرقه ابن عساکر فی الاربعین، همین طرق شبه ابن عساکر در 40 جمع کرده است، و ابن الجوزی فی العلل فی العلل المتناهیه، همین کتابنده یعنی که این طرق همین حدیثان ذکر شدگی بودن. قال البيهقي في شعب الإيمان، گفتی کتاب داره این کس، عقب روایته من حدیث ابی الدرداء، وقتی که در عقب حدیث ابو دردا همین سخنهای زیرین که در درون ناخنت گرفتگان گفته است که هذا متن مشهور فی ما بین الناس، این سخن این متن در بین مردم مشهور شده است، وليس له اسناد صحیح، یگون اسنادی صحیح ندارد. و قال ابن عساکر فی الاربعین عقب روایته من بعد طرق، در بعد از که بعضی روایت طرقشان روایت کردند گفته است که فیها كلها مقال، در تمام اینها مقال است، یعنی یک گپ و یک کمبودی هست که لیس فیها ولا فيما قبلها للتصحيح مجال، نه در اینها نه پیش از اینها نه بعد اینها یگون یعنی که مجال ندارد که برای این حدیث ها رو چی گفتن؟ صحیح گفتن. ولكن الاحاديث الضعيفه اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوه. ولی میفرماید که حدیث های ضعیف وقتی که این بالای هم یعنی بالای هم جمع شوند دیگر یک کمی قوت پیدا میکنه، لاسیما ما لیس فیه اثبات فرض، خصوصا اون حدیث هایی که گرچند ضعیف هم باشند چه از ویایگون فرض اثبات نشود. هم خیلی گفتن. و قال ابن حجر فی تلخیص الحبیر جمعت طرق، تمام راههای همه حدیث من جمع کردم فی جزء، یک جزء لیس فیها طریق، یگون راه ندارد که مثال گیریم تسلم و سلامت باشد، تنج باشد، من علت قادحه، از یگون علت عیبدار، همش یعنی که علت عیبدار هستن. ولی در تحت امام نووی هم خودشون میگن که مثلا خودشون امام نووی میفرمایند که حدیث‌های ضعیف ممکن است به اونها عمل کردن. گفتن خیلی گفتن فضایل اعمال و بعضی کسانی متعلق کننده گفتن که بل این کلا هرگز نمیشود
وهي كاردن يعني عمل كاردن بحديثي ضعيف. في هذا خلاف مشهور عند أهل العلم در بوري حديثي ضعيف قطع عمل كاردن عملنا كاردن خلاف مشهور در بين أهل العلم يعني متفق نیستن. برای خاطر که امام نووی در مقدمه‌شون میگن که اتفق همه متفقان یعنی که چیه یا گپ هستن. بل الراجح فيه بلکه راجح يعني قول راجح در این مسئله این است که انه لا يشرع العمل بالحديث الضعيف. بحديث ضعيف در شریعت هیچ راه آمدگی نیست عمل کردن فی فضائل اعمال و ترغیب و ترهیب، نه در یگون فضائل اعمال، نه در ترغیب، نه در ترساندن و فی ثابت عن نبینا صلی الله علیه و سلم غنیت و کفایت بحمد الله. در حدیث های یعنی که حدیث های صحیح امروزی پیغمبر علیه السلام که و یا علما در صحیح بدونی و یا یگون شک شبهه ندارن برای تمام امت کفایه بسنده است. یعنی ما محتاج یگون حدیثی ضعیف نمی باشیم گفتیم علما. نعم. مهم. فالامام يحيى بن شرف النووي امام يحيى بن شرف النووي اراد ان يظفر بالاجر العظيم. خواست چیکار کند؟ پیروز شود به ثوابی بزرگ در اساس همین وعده هایی که در این حدیث بگیم گرچنده که اسنادی و ضعیف است، به همین ها از ثواب اینها چیز نشوم محروم نشوم. گفتم فاختار هذه الاحاديث الجوامع في الآداب والاخلاق والاعمال الصالحه. بس چیکار کرد؟ بس اختیار کرد این حدیث های جوامع را، یعنی همه گرچنده که در مضمون و یا کوتاه باشند که یعنی در عباره کوتاه باشند که در معنا چی همه چیز را فرا می گرفتنی حدیث ها را جمع آورد، اختیار کرد. مثلا حدیث های هستند که در آداب، در مسائل آداب، اخلاق، اعمال صالحه، فجمعها في هذا المؤلف الصغير في حجمه. و همه این حدیث ها را که در مسائل آداب و اخلاق و اعمال صالحه را جمع آورد، گرد آورد در این نوشته کوچک میده در حجمش، لکنه عظیم فی فائدته و فضله. ولی این حدیث ها یا که این کتاب بگویم بسیار کتابی بزرگ است در فایده و در فضل و قدر و ارزش. بله. خب اکنون ابن گفتی امام یحیی بن شریف النووی مراد هو یحیی بن شرف ابن حسن بن حسین بن جمعة بن حزام الحازمي العالم المحي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة الشيخ المذهبي وكبير الفقهاء في زمانه. ولد بنوى سنة 31 و600 وتوفي سنة 76 و600. صنف التصانيف النافعة المفيدة في الحديث والفقه وغيرها، منها شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين. انظر العبارة في كتاب النجاة والبداية والنهاية ابن كثير نویسیده و طبقات الحفاظ همین کتابان درباره اینها با بسیار به تفصیل آمده است. خلاص انتقاها من الاحاديث الصحيحة والحسنة. انتقا از کلمه نقی، تازه کردن، پاکیزه کردن، انتخاب کردن آنها را از احادیث صحیح و حسن چیکار کرد؟ انتخاب کرد. یعنی این کتابش بگویم از چنان حدیث های جمع کرد که اون حدیث ها یا صحیح هستن یا حسن. بعضی علما بعد در همین سخن ایراد کردن، گفتن نه حدیث های ضعیف هم دارد. گفتن حدیث های چه حدیثی ضعیف هم دارد، نه همه اونها صحیح هستن. ثم جاء الامام ابن رجب رحمه الله فزاد عليها 10 احاديث فصارت 50 حديثا. بعد از آن ابن رجب عالم آمد الله رحمتش کند اینه و علاوه کرد به بالای این 40 حدیث 10 حدیث دیگر را که جمله 50 تا حدیث شدند. ابن رجب هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعد وزين الدين عبد الرحمن نامش ابن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي. ولد ببغداد سنة 36 و700 بعد مضي 80 عاما على سقوط بغداد بأيدي المغول.
منگول ها را 80 سال یعنی که بغداد تار مار کردن، هم خلاص تاراج کردن بتون بغداد. ثم توجه مع ابيه تلقاء دمشق، به طرف دمشق متوجه شد و فيها شب و ترعرع و اکتحل، یعنی در همون جوانیش گذروند و کلام میان سال شد، پیر حیات پیرش در همون گذروند. و بها توفي سنة 95 و 700 ده همونجا وفات کرد. له المؤلفات السديدة والمصنفات المفيدة، منها شرح على صحيح البخاري، ولم يكمل امام بخاري صحيح بخاري ویم شرح دادگی ولی به کمالات رسوندگی نیست، پرش نکرد. و برزم اون که فتح الباری که احمد بن حجر العسقلاني وینه و دیگه. و شرح على الجامع للترمذي، شرح جامع الترمذي را خدمت رسونی کرده است. و ذیل على کتاب طبقات فقهاء الحنابلة و یک چند با کتاب اینا. و منها جامع العلوم والحکم فی شرح 40 حدیثه، درباره 40 حدیثی با خودشون شرح نویسیدن. جامع العلوم والحکم که شیخ ما الله نگهدارشون باشه هر روز جمعه، هر شب جمعه، روزای جمعه شبش درس میگذارن. اندور الدرر الكامنه و شذوذات الذهب و ذیل تذکرة الحفاظ والبدر الطالع وطبقات الحفاظ وشرح علل الترمذي بتحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد. این کتاب رو برای خاطر با اطلاعی بسیار یافتن نگاه کردن، خیلی خوب است. قلم به نام کتابو شناسان یک خوبه. خب گفتم 50 حدیث علاوه کردن. و شرح عليها في كتابه جامع العلوم والحكم، اونها را شرح داد، ایضاح داد در کتاب به نام جامع العلوم والحکم. و هو شرح حافل بالفوائد العلمية العظيمة التي قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. شرح می‌فرماید که این کتاب یعنی جامع العلوم والحکم یک شرح حافل است، یعنی بسیار است. به چی بسیاره؟ به چی پر به چی است؟ بسیار به چی است؟ بالفوائد العلمية العظيمة، بفائده های علمی بزرگ. التي این چنان یعنی که کتاب است که چنان فایده های دارد که قد لا تجدها، بعضا شدنش ممکن است که تو این فایده ها رو دریافت کردن نمیتوانی در غیر از این کتاب، یعنی در کتاب کدوم؟ جامع العلوم والحکم. فهو كتاب بحق جامع للعلوم والحكم مفيد عظيم. شیخ میفرماید که واقعا یعنی در حقیقت این کتاب یک کتاب است که موافق به نام خود جمع آور و گرد آور علم و حکمت می باشد، مفیدی فایده بخش بزرگ است. و هذا هو الاصل في جمع الاربعین حدیثا. انا همین است میگوید اصل در جمع 40 حدیث. فهمیدید؟ اصل در جمع 40 حدیث همین است میگوید، یعنی جامع العلوم والحکم. والامام النووي رحمه الله تعالى كان اماما عظيما متخصصا في مختلف العلوم. امام نووی الله رحمتش کند این کس همچون یک امامی بزرگی و متخصص در ساحه های گوناگون علم، نه فقط یعنی که این کس همی فقط گرد آوردن حدیث و یعنی که قدرت و توانایی داشتن، بلکه در تمام ساحه های علم، در ساحه های گوناگون علم چه اختصاص داشتن. فکان متخصصا فی الحدیث والفقه واللغة العربیه. این کس متخصص حدیث بودند، فقه و زبان عربی. و کان لمؤلفاته قبول عند المسلمین. و این کس نسبتی یعنی که کتابهاشون در بین مسلمان ها نائل چی گشتن؟ نائل قبول. یعنی کتابهاشون گرچنده که با عدد اونها رو شمرده شودم که در این 45 سالگی قبولی تمامی مسلمانان شد. یگان مسجد نیست که داره در اونجا از کتابه همین کس نباشن، خواه مسجد صوفی باشد، خواه اهل سنت و جماعت باشد، خواه. و ذلك والله اعلم لنیته الصالحه و اخلاصه لله عز وجل. این گمانی خوب نسبت این کس، این به خاطر چیزی است که قبول مردم شدن کتاب این که خب والله اعلم، الله خودش میداند، برای خاطر نیت صالحشون و اخلاصشون برای الله عز وجل. هر کس اخلاص دارد میبیند که عملش، میبیند خدمتاش قبول مردم میشه. سبحان الله، نه همه کس این خیلی میتونن. فكان لمؤلفاته الأثر العظيم
واقعا مؤلفات این کس کتابای این کس تأثیر بزرگ دارن. و منها هذا الكتاب الأربعون و منها رياض الصالحين و منها شرح صحيح الامام مسلم. از جمله کتابایی که تأثیر بزرگ بخشیدن در امت اسلام همین کتابی دستانگی ما یعنی که 40 حدیث و از جمله با ریاض الصالحین و از جمله مثلا شرح صحیح مسلم. و منها مؤلفات في الفقه معتمدة في مذهب الامام الشافعي و از جمله با کتاب‌های هستند که در بیان فقه که اعتماد بر در مذهب امام شافعی کرده، خودشون شافعی بودن. فهو امام جلیل، واقعا این کسی یک امام بزرگند. و قد القى الله القبول لمؤلفاته وانتفع بها المسلمون. واقعا الله سبحانه و تعالی قبول را پرتاب برای کتاب‌های این کس، به همین خاطر است که با اون کتاب‌ها مسلمانان چه فایده میبرند. ولا يزالون يرجعون إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفضائل العظيمة والإتقان. بخاطر ولا يزالون، و همیشه مردم این کتاب‌ها را برای خود مرجع قرار دادن، یعنی جای بازگشت. یکم مثلا چی سرکاردار میشوند، بسیار وقت میبینید که چیکار میکنن، 40 حدیث در دستشون میگیرن و ریاض الصالحین گرفته برای مردم اثبات میکنن مرجع و اعتماد میکنن مردم به این کتاب ها. برای چی؟ لما فیها من العلم الغزیر، برای خاطریم در درون این کتاب ها علمی بسیار بودن، یعنی این کتاب ها علمی بسیار در درون داشتنشون و فضیلت های بزرگ و محکم کاری های بزرگی دارن. فرحمت الله علیه من امام جلیل، رحمت الله به چنین امامی بزرگ باد گفته، یعنی الله سبحانه و تعالی رحمت کند همین خیل امامی بزرگ را. مقدمه الامام النووی. و كانت شيء فكان لمؤلفاته الأثر العظيم وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين. كان را اسمش قبول میشه، لمؤلفاته خبرش میشه. اینا جایز میبینن. جایز است وقتی که مبتدا از خبر پیش حق مبتدا اساسا پیش آمدن، خبر پیش آمدنش هم جایز است وقتی که خبر چی شود، جار و مجرور شود یا که ظرف شود. در اینجا برای خاطر ایمون مؤلفات پیش آمد که لام حرف جر است و قبول بود برای کتابای این کس، یعنی کتابای این کس همه قبول میکرد از مسلمانان. کتابای اینها مقبول بودند در نزد مسلمانان. یگان مسلمان نیست که اگر کتابهای همین کس پیشنهادش کنی او ردش کنه، البته او رو چیکارش میکنه؟ قبول میکنه. فهمید چی مشکله؟ شما از جهت اعراب گفته یا از جهت معنا؟ نه و کان لمؤلفاتی قبل بوری کتابش خدمتش درسته. بله. در نزد مسلمان ها قبول شدن خیلی خدمتی کلون در کار است، خیلی یعنی توفیق الله سبحانه و تعالی اختصارا بیم در کار که مردم شما را قبول کنن. همه خیلی است. اگر مردم شما را قبول کنن این علامتی آن است که الله سبحانه و تعالی در دل مردم الهام و محبت انداخته. چون که حدیث آمده است که وقتی که یک کس الله سبحانه و تعالی ناز بیند دیگر به جبرئیل میگوید که اهل سما را میگوید که من اون فلان را ناز دیدم، نازش میبینم و جبرئیل فرمان میدهد که به تمام اهل زمین چیکار کن؟ پهن کن، خبر بده که من فلان را ناز بینم، شما هم نازش بینید. بعد یکی هم نازش بینید. آمین. مقدمة الامام النووي. مقدمه و پیشگفتار امام نووی. الحمد لله رب العالمین. تمام ستایش ها برای الله که پروردگار جهانیان است. قیوم السماوات والارضین، پاینده آسمان ها و زمین، یعنی نگهدارنده آسمان ها و زمین. یگان لحظه اینها را بی کنترل نمیماند.
مدبر الخلائق اجمعین، تمام مخلوقها را از میده تا بزرگ، از پوشیده تا آشکار، اینها را تدبیر و چاره، ذاتی که چاره اینها را میبینه. باعث الرسل صلوات الله و سلامه علیهم، ذاتی که تمام رسول ها را صلوات و سلام او به ایشان باد فرستانید. الى المکلفین لهدایتهم، به کسانی که عاقل و بالغ هستند به خاطر و یا را هدایت فرمودند، راهنمایی کردند. و بیان شرایع الدین، و به خاطر بیان کردن، فهموندن و تفسیر کردن قانونهای دین، بالدلائل القطعیه، با دلیل ها، با معجزه های چه قطعی می نیست، براکی و در مقابلیت نشون دادن هیچ امکان نیست. و واضحات البراهین، و حجت های روشن. احمده علی جمیع نعمه، من الله سبحانه و تعالی را بنابر جمیع نعمت هایش سپاسگزاری میکنم. و اسأله المزید من فضله و کرمه، و از الله سبحانه و تعالی از فضلش و از کرمش برای خود با علاوه یعنی که میپرسم که الله سبحانه و تعالی نسبت من و نسبت ما مسلمین چیه، با فضلش زیاد کنه و با سخیگیش یعنی از ما دریغ ندارم. و اشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار الكريم الغفار، و من شهادت میدهم که جز الله دیگر یگان معبودی بر حق نیست، او یکتاست، او غالب است، او یعنی که سخی است، الغفار بینهایت آمرزنده است. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و حبیبه و خلیله، و شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم بنده و فرستاده اوست و دوستی و محبوب اوست و چه دوستی نزدیکی اوست، که مثال خلیل ابراهیم برای خود خلیل گرفت. افضل المخلوقین، از همه بهترین با فضیلت ترین مخلوق ها، المکرم بالقرآن العزیز، او را گرامی اکرام کرده شد به قرآنی که او عزیز است. المعجزة المستمرة على تعاقب السنین، این قرآن یک معجزه بردوامی یعنی قطع نگردنده است تا آن وقتی که تا آن زمان و تا آن لحظه هایی که سالها گردش دارند. و بالسنن المستنیرة للمسترشدین، او را گرامی کرده شد، اکرام کرده شد به سنت نورانی برای کسانی که راهیابی راه می طلبند و راه یعنی که راه و هدایت می خواهند. خیلی که الله سبحانه و جناب پیامبر علیه السلام می‌فرماید که الا انی اوتیت القرآن و مثله معه، آگاه باشید که الله به من قرآن داده و مانند قرآن و مثله معه، با همراهی قرآن. المخصوص بجوامع الكلم و سماحة الدین، این جناب پیغمبر علیه السلام خاص به این داده شده است. جوامع الکلم یعنی چنان سخنهای کوتاهی که بسیار چیزا فرا میگرفتگی در بر میگرفتگی، این ذات است که کلمه ها عباره های کوتاهش قطع تمامی یعنی که معنی داده، تمامی معنی ها را فرا میگرفتگی ذات به همین خیلی مخصوصا این خیلی کلمه ها داده، سخن ها داده. و سماحت الدین، دین آسان، دین بخشش، یعنی هر چی که با شما دو چیزی حلال یعنی که پیشکش شما شود، برای مثال گفتم یکی وزمین تر باشد از دیگره، همون سبکش که انتخاب میکردگی دین است. این دین است که برای من و شما نمیگوید که همون وزنی نشه بگید. جناب پیغمبر علیه السلام حدیث آن آمده است که هر دو کاری که به او پیش می آمد او انتخاب میکرد کدامش آسان نشد. صلوات الله و سلامه علیه و علی سایر النبیین، درود و سلام الله به او باد و به دیگر پیغمبران و آل کل و به خاندان همه و سایر صالحین و دیگر باقی مردم شایسته. اما بعد، فقد روینا عن علی بن ابی طالب و عبدالله بن مسعود و معاذ بن جبل و ابی الدرداء و ابن عمر و ابن عباس و انس بن مالك و ابی هریره و ابی سعید الخدری رضی الله عنهم، از تمام اینها به ما روایت کردن. میفرماید شیخ از تمام این کسانی در بالا ذکر شده صحابگان چه به ما روایت کرده شد رضی الله عنهم، الله از همش راضی باشد. من طرق کثیرات، از راههای بسیار،
بروايات متنوعات بروايات هاي گوناگون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا از أمتي من كسب یا که بگیم بر امتی من کسی 40 حدیث را ازبر بکنه یعنی برده رساند طوری که خودشان گفتن در آخری کتاب من امر دینی ها که این حدیث ها از چی درباره امر دین امت باشد بعثه الله تعالی یوم القیامت فی زمره الفقهاء والعلماء الله سبحانه و تعالی او را از گور در روز قیامت زنده میخیزاند در زمره فقها و عالم ها و فی روایت بعثه الله فقیها عالما در روایت آمده است که الله سبحانه و تعالی او را همچون فقیه و همچون عالم زنده میخیزاند و فی روایت ابی الدرداء در روایت ابی الدرداء چنین آمده است که و کنت له یوم القیامت شافعا و شفیعا من برای در روز قیامت یعنی به فایده او شفاعت میکنم دستگیری یاردمش میتیم و شاهد میشم برایش به فایدهش و فی روایت ابن مسعود در روایت ابن مسعود چنین آمده است که قیل له ادخل من ای ابواب الجنه شئت یعنی از کدام در جنت که دلت میکشد به همون در داخل جنت بشو میفرمایند و فی روایت ابن عمر کتب فی زمره العلماء و حشر فی زمره الشهداء هم خلاص او را در زمره علما نوشته میشه و نامش و در زمره شهدا زنده خیزانیده میشه و اتفق الحفاظ على انه حدیث ضعیف خودشون هم گفتن که حافظا متفق شدن که حدیث ضعیف است و این کثرت طرقه گرچنده که راههای این حدیث اسنادای این حدیث بسیار باشند اشاره در پایین میگوید که یعنی نگاه کن گفت در چه خلق داور خوانیم که لیکن ممکن در کتابای شما آمدگی باشن خلاص إن دابوري ونقصد واتفق الحفاظ على أن هذا الحديث ضعيف وإن كثرت طرقه وهو يقنوم بدكو قد رواه رامه رمزي حجيب نومه سبحان الله نومه غير عربي بعضی ما مردم تاجیک ما خیلی نومه خیلی قشلاقا دارد که تا ننویسیش یا که نویسنش میتویی خوندنش میتویی تا تکرارش نکنی به تسبیح وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات علماء الله راضی باشه از ایشان کتاب ها نویسند در این باب چنان یعنی اون قدر کتاب ها نویسند که لا يحصى من المصنفات و یارا شی شمار کرده هم نمیشه و مصنفات همون بیان برای ما موجود فاول من علمته صنفه عبد الله ابن المبارک من از کسانی که میدانم اولین کسی که در این مسئله کتاب نویس عبدالله ابن مبارک است ثم محمد ابن اسلم الطوسی العالم الرباني بعد ذلك كس ثم الحسن ابن سفيان النسوي بعد ذلك كس وابو بكر الاجوري ابو بكر الاجوري هم نويستان يعني في الحديث ابو بكر قبل ابو الحديث الرسول وابو بكر محمد ابن ابراهيم الاصبهاني ان كس نويستان والدار قطني نويستان والحاكم وابو نعيم وابو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وخلائقی که از مقدمی از علمای پیش گذشته و از عالمهای بعد آمده که ویرا شمار کرده نمی شود. وقد اخترت الله تعالى في جمع 40 حديثا منم چیکار کردم میفرماید شیخ یعنی استخاره کردم از الله طلب خیر کردم درباره چی گرد آوردن 40 حدیث اقتداء به هؤلاء الائمه الاعلام اقتداء به این امام های بزرگ کرده و حفاظ الاسلامی حافظان اسلام اقتداء به اینها کرده اینها یعنی که از دین نگه داشته سبب شده آمده. وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال و علماء متفق شدن بچی به عمل کردن با حدیث ضعیف در فضائل اعمال در اعمالی که دایر به چی حواسمند میکردگی کارها و گفتیم در اونجا که یعنی که گرچنده که این گپ گفتی شدم بلکه علماء اختلاف دارن در این مسئله راجح چی بود؟ راجح آن است که نباید که
عمل کرده شد به حدیثی ضعیف با کدام راهی که نباشد. وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مع هذا فليس في اعتمادي على هذا الحديث بوجود این يعني شيخ میفرماید که یعنی که شیخ میدونه که حدیث چه ضعیف است و تکیه به اینم نمیکنه. با وجود این میگم من تکیه به این حدیث هم که نداشته باشم، بل على قوله صلی الله علیه و سلم فی الاحادیث الصحیحه، بلکه من تکیه امیدوار به حدیث های صحیح جناب پیامبر علیه الصلاه و السلام هستم که اونجا فرمود لیبلغ الشاهد منکم الغائب، حاضر از شما کسی حضور دارد در یک مجلس علم، در این مجلس ما به غایب ها برده رساند. این حدیث صحیح است که انا یعنی ما من شما امام منور ندیدیم هم خیلی است. ممکن تا این دور مثلا این حدیث ها یگون تشمیع اومده بعضی دیگهش نمی اومد، اما به طفیلی که این چیل حدیث جمع شدن آیا به من شما از روی معنا گیره مگر آیا به من شما امام نووی سببگار نشد که کتاب دسترسی من شما شد و من شما به این حدیث های پیامبر علیه الصلاه و السلام شناس شد استادیم؟ اخرجه البخاری و مسلم من حدیث ابی بکر رضی الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. جناب پیامبر علیه الصلاه و السلام در این حدیث می‌فرمایند، این حدیث هم یعنی که مشایخ خودشون گفتگان حسن جمله میشد، این زیبا گرداند. نظره الله زیبا گرداند انسان را که سخن ما را شنیده است فوعاها و چیکار کرده ازبر کرده. وعان و ظرف نمیگون یعنی در درون خود او را چیکار کرده است نگه داشته است. فاداها ببرده به دیگران رسانده او را کما سمعها، یگون چیز علاوه نکرده یگون چیز کم نکرده برده رسانده است. الله سبحانه و تعالی یعنی چنین انسان زیبا گرداند حالتی یعنی که این دنیا آخرتش هم میخواد. روی هذا الحديث بألفاظ متقاربة ولفظ يعني كي بعد دیگر نزدیک روایت کرده حدیث را عن جمع من الصحابة منهم ابن مسعود وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعم وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. الله مشروع بوشا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند والدارمي في سننه وأبو يعلى في مسنده والبزار في مسنده والطبراني في الأوسط والكبير كتاب دوران أوسط دوران وكبير دوران والحاكم في المستدرك. وممكن ده كتابش مباد بوشان كتاب الشيخ الباني حديثه شو قفتيان صحيح قفتيان بله من آخرهم يعني الشيخ الباني. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين. بعض علماء کسانی شدن که چه حدیث درباره چی جمع کردن درباره اصول دین، فقط درباره اصول دین سر کاردار و دیگه حدیث ها را جمع کردن. و بعضهم في الفروع و بعضشون در فروع دین و بعضهم فی الجهاد، بعضشون درباره جهاد حدیث ها جمع کردن. و بعضهم فی الزهد، بعضشون درباره پرهیزگاری. و بعضهم فی الآداب، بعضش درباره آداب. و بعضهم فی الخطب، درباره خطبه ها. و کلها مقاصد صالحه. در کدام بابی که جمع نکرده باشند همین اونها چه هستند مقصدهای خوب. رضی الله عن قاصدیها، الله راضی باشد از چنین آدمایی که چنین قصد یعنی به قصد زهد و به قصد جهاد و به قصد چه آداب و به قصد خطبه و دیگه اصول دین یعنی همین حدیث ها را جمع آورده باشند. الله سبحانه و تعالی از همش راضی باشند. گفته در حقشون دعا میکنن الله راضی باشه خودی این قسم. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله. من همین خیلی به خلاصه آمدم که یعنی به قرار آمدم که گرد آوردن 40 حدیث مهمتر از همه اینها. وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. این مراد از آن یعنی 40 حدیث است که یک طرفه نه، یعنی خاص درباره اصول دین و خاص درباره جهاد و خاص درباره زهد نه، بلکه شامل جمیع آن باشد. در دنیا درباره جهاد هم میابی، درباره اصول دین، درباره زهد و آداب همش میابی. و كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. هر یک حدیث از این 40 حدیث یک قاعده بزرگ دارد از قاعده های دین.
وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليه. علماء هر یک حدیثی آن را چی وصف کردند که مدار اسلام بر همان است. جای دورزنی آسیایی بیم چی اسلام در همان است که بدون اون اسلام نمیشه. نعوذ بالله. او هو نصف الاسلام، یا بعضیش گفتن که نصف اسلام در همین است، او ثلثه، یا که گفتن سه یکی اسلام و نحو ذلك. مانند اینها دیگر مدح و ستایش کردن. ثم التزم في هذه الأربعين ان تكون صحيحه. بعد از آن لازم گرفتن در باره جمع آوردن این 40 حدیث که همین حدیث ها صحیح باشند و معظمها فی صحیحی البخاری و مسلم. بیشترشون جمع آوردم از کتاب امام بخاری و امام مسلم. و اذکرها محفوظه الاسانید، و اسنادای و یارو چیکار کردم؟ خود این حدیث ها رو ذکر کردم، به اسناد گفته اسنادشون حذف کردم. برای چی؟ لیسهل حفظها، برای خاطری از بر کردن این حدیث ها آسان شود گفته، و یعم الانتفاع بها، تا اینکه نفع و فایده به اون عمومی گردد، همه تواند که اینا رو چیکار کنند؟ از یاد کنند ان شاء الله تعالی. ثم اتبعها بباب فی خفی الفاظها. بعد از آن در پس اونها یک باب مخصوص ذکر کردم در بیان چی؟ در بیان لفظهای پوشیده معنای اونها، چیزی که قبلا گفتم. و ينبغي لكل راغب في الآخرة ان يعرف هذه الاحاديث. باید که هر کسی که رغبت و هوسمند و امیدوار است در آخرت چیکار کند؟ باید این حدیث ها را بداند. لما اشتملت علیه من المهمات. برای چی ما گفتیم که باید داند؟ برای خاطری در برگرفتن این حدیث ها یعنی مهمات را، چیزهای ضروریات را، و احتوت علیه من التنبیه علی جمیع الطاعات، که در بر گرفته بعضی چیزهایی که آدم دقتش جعل میکند به جمیع طاعات ها. و ذلك ظاهر لمن تدبر. واقعا این پوشیده نیست، یعنی به تعریف کردن و به صفت کردن من حاجت هم نیست. اساسا این ظاهر و نمایان است برای کسی که اندکچی اندیشه میکند. و علی الله اعتمادی، با الله من اعتماد دارم، یعنی اعتمادی من تکی من به الله است. و الیه تفویضی و اسنادی، و یعنی سپاریدنی من این عمل را و تکیه کردنی من به نوشتن این کتاب به سوی الله هستم. وله الحمد والمنت. از آن اوست تمام ستایش و تمام معنت. هر نعمتی که مثلا دست من آمده است، خیری که دست من آمده از آن او هستم. و به التوفیق والعصمت، و به همان است که به یاردم اوست توفیق و والعصمت. و عصمت یعنی که نگه داشتن انسان از هر یک کم بوده. انظر مقدمه الاربعین للامام نووی مع شرح ابن دقیق العید. بود بینی با خوبتر و با مثال پرتر میاد. و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا.